سلام بچه‌ها، چطورین؟ حالتون خوبه؟ بعد از مدت‌ها برگشتم با یه بلاکتور جدید. بذار بریم بیرون بیشتر با هم صحبت کنیم. بچه‌ها دلم خیلی واسهتون تنگ شده بود. تقریبا یه 3 ماهی بود که ویدیو نذاشته بودم. چه نور خوبی داره اینجا. ویدیو نذاشته بودم و واقعا دلم هم واسه ویدیو گرفتن، هم ادیت کردن، هم دلم برای شما تنگ شده بود و چیزی ندارم بگم. بریم این بلاکتورم آماده کنیم، بریم ببینیم چی قراره بسازیم. بچه‌ها چیزی که الان میخوایم بسازیم به نظرم یه چیز خیلی خوشگله برای تزیین اتاق. ما نیاز داریم به 2 تا آینه. یکیش البته یه آینه معمولی. بذار دور بزنم. بچه‌ها الان داریم میریم سراغ شیشه بری. قراره یه دونه آینه بگیرم در ابعاد 20x20. آقا در ببند بچه‌ها. در ابعاد 20x20 یه دونه از این شیشه رفلکت ها هست. یه طرفش آینه است، یه طرفش معلومه شیشه ایه. یه دونه اونا باید بگیرم. بریم جلوتر، حالا مشخص میشه قراره چی بسازم. برو که بریم. حین رانندگی هم یه ذره خطریه. خب ویدیو بگیرم. خب بریم سمت شیشه بری. البته من خیلی دیر اومدم، فکر کنم بسته باشه. ساعت 2 پنجشنبه هم هست. بریم ببینیم میتونیم پیدا کنیم شیشه بری آیا باز است. بریم سراغ چیزایی که خریدیم. یه دونه آینه رفلکت، یه دونه آینه معمولی، یه دونه از این چراغای LED گرفتم که تمام میشه. بذار براتون روشنش کنم. یه دونه آداپتورم داشت. این آداپتور اینجاست. آداپتورش رو وصل کردم به برق. یعنی توک سوزنش. توک چرا باید بگم توک؟ این یه مثبت منفی داره. این باید بره تو، اینم بخوره طرف. 2000 years later. آروم باشین، آروم. 2 متر سیم معمولی، سیم لحیم. نمیدونم میدونی چیه یا نه. یه دونه کلیده از این آنوافا و یه دونه هم روغن لحیم. اینم برای قطعات الکترونیکیه. بذار بازش کنم. یه روغن میزنن که بهتر لحیم بشه. نمیدونم شما هم فهمیدید چی میخوایم بسازیم یا نه. جدیدن یه سری آینه‌های مد شده که بهشون میگن آینه‌های نامحدود یا اینفینیتی میرور. این آینه‌ها اگه دیده باشین توی خنک کننده‌های پردازنده هم جدیدن مد شده و خیلی چیز خفنیه. منم خب مثل همیشه با طرحشون حال کردم. برای همین به این فکر افتادم که خب بیام خودم این چیزو درست کنم. دیشب تا ساعت 2 داشتم وسایل همین آینه نامحدود رو آماده میکردم و دهنم سرویس شد، کمرم صاف شد. این LED ها رو تونستم نصف کنم. میتونین نصف کنین و به 2 تا LED کوچیکتر تقسیمش کردم که استفاده کنیم. یه قاب برای آینمون درست کردم که الان بهتون میگم میخوایم چیکارش کنیم. و اینم یه پارچه است. قراره که این پارچه رو دور این قاب کرکسیف بپیچیم که یه چیز شکیل تری بهمون تحویل بده. بذار من تو دوربین این قابه، اینم اون پارچه‌ای که قراره دور این بچسبه. بریم سراغ مرحله اول. اینو من پهن کنم. اول میپهنونیم. اینو من بذارم وسط. چسب رازی رو باز کنیم. این البته چسب معمولی نیست. این چسب آهنه. از چسب معمولی یه ذره قوی تره. بذار رو این بزنیم بهتره. اینو قشنگ چسبالودش کنم. اینو دقیقاً و بذارم وسط. حالا من میخوام این پارچه رو اینطوری بیارم یه تا داخل بزنم، یه تا هم از این ور به داخل بزنم. اینا رو همینطوری
همین ضخامت میاریم داخل. زیر این داخل کارم خیلی مهمه چون قراره آینه بره توش. بذار یه چسبم وسطش بزنیم. راستی چسب حرارتی هم داریم میتونیم بزنیم. بذارم چرا سرده؟ این خاموشه. 2 ساعت گذاشته بودم تو برق، فکر کردم گرم شده. دورشو قشنگ کشیدیم. امیدوارم این چسبا فقط خوش بشه. گنگ کاری کردم و اینم شد داخلش. بریم سراغ مرحله بعد، یعنی چسبوندن شیشه به داخل اینجا. و یه چند ثانیه بعد نگهش دارم که اون چسبا قشنگ خشک بشه و یه کار ترتمیز در بیاد. بعد از اینکه آینه رو چسبوندید و کارتون توی مرحله تموم شد، حالا بعد شیشه رو تمیز کنیم. یه دور الان حتما با دستمال چیه؟ چسب حرارتیه. حتما با دستمال بدون پرز یا حالا روزنامه یا این دستمال عینک‌ها میتونید تمیز کنید. من تمیزش کنم جای لکه ها بره. البته یه سری هم بعد آخرش تمیز کنیم که میخوایم آینه رو بزنیم. حرکت بعدی که باید بزنیم اینه که این LED ها رو جایگذاری کنیم. یه دونه میاد اینجا مشخصه توی ویدیو، یه دونه اینجا، یه دونه هم همین ورش و کلا 2 تا LED بیشتر نمیذارم. و این وسط هم یه ذره جای سیم گذاشتم که این سیما بره وسط و از پایینش در بیاد که حالا بتونیم یا از پشتش، احتمالا از پشتش چراغا رو وصل کنیم به پریز و آداپتور. بذار من سیم کشیش رو تکمیل کنم. این سیم کو اینجاست. یه ذره سیم باید ببرم، از پشتش سیم رو در بیارم، بریم که دوباره بیایم. سیم کشیش تقریبا تکمیل شد. اگه بتونم این گوشش رو نشونتون بدم، LED ها داخلش، سیم کشیش هم تمیز در اومد. نگاه کنید خیلی خوب شد به نظرم. و خب سیم برقش هم از پشت در آوردم. بریم یه تست روشنایی هم بگیریم. سیمش رو میاریم، آداپتور هم زدیم به برق. یادم رفت لخت کنم سیمش رو. بسم الله الرحمن الرحیم. منفی. خدایا شکر چقدر نور داره. خیلی تمیز در اومد. تقریبا 70% کار اومدیم جلو. یه کار دیگه هم مونده بهتون میگم. من اومدم لوگوی چنلمو پرینت کردم با پرینتر سه‌بعدی و قراره که بذارم این وسط که بذاری خود به خود نور که بخوره خودش بی نهایت میشه. البته اینو اول باید سفیدش کنم، نمیدونم مشخصه یا نه، میبینید یا نه. اینو باید سفیدش کنم، بعد میچسبونم این وسط به یه چیز محشری. خب بچه‌ها این لوگو رو هم چسبوندم، چجوری خفنی شد. بریم شیشه رفلکت روشم بچسبونیم و دیگه بریم سراغ انتهای کار. شیشه رفلکت میاد اینجا روی اینا، چسب میخوره قشنگ خوشگل و دیگه بریم کار نهایی رو ببینیم. خب بچه‌ها فکر می‌کنید این نوری که داره میزنه تو صورت من چقدر داغ شده؟ نور چیه؟ بله آماده شد. خیلی خوشگل شده.
حاضرید؟ 1 2 3. واو واو واقعا خوب شد. ببینید لوگو رو تا بی نهایت میره. خیلی خیلی خفن شد. عاشقش شدم. وای چقدر خوشگل شد. یه ذره فقط پایین سیما مشخصه که اونو با یه قاب میتونم اوکیش کنم. بچه ها از 1 تا 10 شما به این آینه نامحدود چند میدید؟ اون لوگوی وسطش واقعا جیگر شد. به به بچه‌ها بهتون گرم که تا آخر ویدیو رو نگاه کردین. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. دمتون گرم. خداحافظ.